روزنامه محبوب ملت تاجیک که آن را استاد صدرالدین عینی مادر مطبوعات تاجیک نام برده بودند 100 ساله می شود. اولین شماره روزنامه 15 مارس سال 1925 با نام ایدی تاجیک و از شماره نوبتی یعنی که از شماره دومش با نام بیداری تاجیک چاپ شده در حیات مردمان کشور و تاجیکان دنیا واقعی فرح بخش و فراموش ناشدنی بود. بعداً آن با نام‌های تاجیکستان سرخ، تاجیکستان شوروی، تاجیکستان سوویتی به دست خواننده می رسید. بعداً از سال 2000 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان به آن مقام نشری رسمی جمهوری تاجیکستان داده شد و اینک با نام جمهوریت این روزنامه تاریخی و بسیار شایسته مهمان خاندان تمام تاجیکان و تاجیکستانیان است. کارشناسان و پژوهشگران مطبوعات تاجیک جمهوریت را قاموس زنده ملت تاجیک مینامند که درست است، زیرا واقعه‌های 100 سال اخیر محض در صحیفه‌های این روزنامه ثبت گردیده است و بیشبه هر معلوماتی که هر واقعه تاریخی که در دوام 100 سال از روز تأسیس یابی تاجیکستان با نام تاجیکستان در خریطه جهان پیدا شده است همین روزنامه هم همراهش است و بیشبه جمهوریت همسال تاجیکستان عزیز ما است. در رابطه از این از کارمندان سابق روزنامه جمهوریت یا خویش و پیوندان و فرزندانشان خواهش میکردیم که درباره آنهایی که با روزنامه همکاری داشتند یا در روزنامه فعالیت داشتند اگر یک حالنامه، سند، حجت هر چیزی هست به روزنامه جمهوریت رسانید، زیرا روزنامه جمهوریت تا 100 سالگیش که سال آینده است میخواد یک قاموس جمهوریت را چاپ کند و در حقیقت هم جمهوریت همچون قاموس تاریخی این ملت ضرور است و به این خاطر ما میخواهیم که قاموس جمهوریت را چاپ کنیم. ما همکاری شما را، مقاله های شما را، مطلب های شما را انتظاریم و باید یادآور شویم که مقاله و مطلب و حجت های شما هم در قاموس جمهوریت چاپ می شود و هم در صحیفه های روزنامه جمهوریت.